بعد مرگش در سری قبرش گریستن ها چی سود؟ از قفای تابوتش صد داد گفتن ها چی سود؟ حالتی که زنده بود قدرش نکردی ناخلف، سنگی بی جان در سری گورش گذاشتن ها چی سود؟ سالم و بیمار بود یک بار نرفتی دیدنش، این زمان بالای خاکش پا نهادن ها چی سود؟ خواست باری کی ببینی قامتی خم گشتش، رو به سوی خانه اش اکنون دویدن ها چی سود؟ 37 سال و این همه بیهوده است، مثل کرگس روی خانش این پریدن ها چی سود؟ دست بر سوی خدا بردار و عمری زار کن، توبه در درگاهی اوست از این و از آنها چی سود؟ تو یقین دان قرض فرزند این دفاعی والدین، ورنه از این بودنی موت و در دنیا چی سود؟ بعد مرگش در سری قبرش گریستن ها چی سود؟ از قفای تابوتش صد داد گفتن ها چی سود؟